اعمال کمیته عملیات‌های دیگری که مشاهده نمودید پاره چند از درگیری‌های سازمان مبارزین بلوچستان ایران میباشد. به طور کلی در عرض این چند سال چریک‌های بلوچ عملیات‌های مهم و کمرشکنی داشتند که من به طور اختصار چند نمونه آن را بیان می‌کنم. 1. در خرداد ماه 69 ترور حجت الاسلام مزاری و محافظین وی در شهر زاهدان. 6 بهمن حمله نیروهای رژیم به پایگاه مجاهدین که در این عملیات یکی از فرماندهان مجاهد ما به نام شهید بشیر و 4 تن از چریک‌های تحت فرماندهی ایشان به شهادت رسید. 5 بهمن حمله به قرارگاه کمیته زاهدان با نام عملیات شهید بشیر نوتانی. پایگاهی که مشاهده می‌کنید برهان ژاندارمری تلیسیات در 45 کیلومتری شهر زاهدان واقع باشد که در 15 اردیبهشت ماه 1370 مورد حمله مجاهدین مسلمان بلوچستان ایران قرار گرفت. 7 بهمن حمله به ستاد کمیته زاهدان باز هم به نام عملیات شهید بشیر نوتانی. 8 بهمن حمله به پایگاه بازرسی کمیته در جاده زاهدان خاش واقع در 5 کیلومتری زاهدان. در تاریخ 10 خرداد ماه 70 در ساعت 3:30 شب نیروهای رژیم به قصد زدن شبیخون به پایگاه ما در 42 کیلومتری زاهدان در منطقه چشمه زیارتگاه حمله نموده که پس از دفع این حمله و درگیری به مدت 14 ساعت از زمین و هوا نیروهای رژیم پس از دادن تلفات سنگین یعنی 97 نفر کشته و 10 زخمی و 12 نفر اسیر وادار به هزیمت گردیدند. در این عملیات 6 خودرو با سلاح‌های مربوطه و بیش از 110 قبضه اسلحه به دست مبارزین افتاد. در ضمن تعداد تلفات مجاهدین در این درگیری 2 نفر به اسامی गालन बस्ता जरो जर कसे समझी मानिए मन जनिन शेरा व ब्रासाने हामिदिनो तानिए मिस्कुनी लाती जायदान दे ये रस्म जिंदगा शाये इसरार बुत अमीर शेर चिस्बुती नाम थवार دوغنانتا سامولیتی قوم براس دوارتن یرانا ی مخفرانگو خیه قرب رایت فنید ارچی پول لازم نشمارا مگن شیرن امیداب جنید جیسی ما کند شیرن امیدی کولی سنی من آتگون جیسی ما کند شیرن امید هم مخفران دولت जोरत दार पजंगा पूरी सिंगी ब्यापद जैसी माता शेर नामी पजंगा मन
آتش سنگتن گوندن زفر شیر نامید دزگیر کشا ماموران 80 نفر شیر نامید و تیشیری کن پنچگاتا حرمات 80 نفر دزگیر کرتم گه آورتی